مولانا عارف و شاعر بزرگ ایرانی توی یکی از کتابهاش می نویسه که اگه از دور حیوانی رو دیدی و متوجه نشدی که اون حیوان سگ و شغاله یا یه آهوه، ببین به سمت استخوان و لاشه میره یا به سمت لاله‌زار حرکت میکنه. توی انسانشناسی و خودشناسی همیشه از این آگاهی که مولانا توی این داستان انتقال داده استفاده کرد، برای اینکه متوجه بشید چه باورهایی توی ناخودآگاهتونه و توی وجود شما چه افکار و احساساتی وجود داره. حتما به این فکر بکنید که الان در حال حرکت کردن به چه سمتی هستید. آیا هدف بزرگی توی زندگیتون دارید یا نه صبحها بیدار میشید به امید اینکه فقط روزتون رو بگذرونید؟ اعمال و افکار و احساسات شما که مجموعه شخصیت شما رو شکل میدن نشون دهنده تمام باورهای شماست. وقتی که یک شخصیت قدرتمند داشته باشید به سمت اهداف قدرتمندانه میرید. وقتی که توی شخصیت شما باورهای ثروتساز وجود داشته باشه، باورهای آگاهی وجود داشته باشه، شما به همون شکل به سمت ثروت و آگاهی حرکت میکنید. در اطرافیانتون هم حتما به این نکته دقت بکنید. اگر میخواید شخصی رو به عنوان دوست و همراه انتخاب بکنید، ببینید که اون شخصیت اون آگاهیش رو در راه رسیدن به چه هدفی داره مصرف میکنه. ببینید داره زندگیش رو، عمرش رو که بزرگترین نعمتی است که خدا بهش داده، برای رسیدن به چه کاری مصرف میکنه. انسانی که به سمت آگاهی و ثروت میره، انسانی که به سمت موفقیت میره، این نشون میده که یک شخصیت موفق و قدرتمند داره. و وقتی هم که وارد زندگی شما بشه و شما اون رو به عنوان دوست بپذیرید، به همون شکل به شما کمک میکنه که به سمت ثروت برید. وقتی که شما از درون احساس قدرت بکنید، از درون احساس ثروت بکنید، به همون شکل اهداف زندگی شما هم ثروتمندانه میشه.